بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، اولا فتوحات اخیر و مخصوصا فتح شهر کابل را اولا به رهبریت امارت اسلامی افغانستان، شورای رهبری و به همه منصوبین امارت اسلامی افغانستان و به قاطبه ملت مظلوم و رنج دیده افغانستان و مخصوصا به شهریان شهر کابل اولا تبریک و مبارکباد میگویم. و بعد همچنانی که جناب ملا صاحب فرمودند، به همه ملت مظلوم افغانستان و خصوصا به همشهریان کابل اطمینان میدهیم که انشالله امنیتشان کلا تأمین خواهد بود و هیچ نوع انشالله مشکلات و بینظمی پیش نخواهد آمد. مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به همه حوزه ها توظیف شدند و همه مراجع دیپلماتیک به اونها هم اطمینان میدیم که هیچ نوع مشکلات امنیتی پیش نخواهد آمد و انشاءالله به زودترین وقت به عنقریب انشاءالله رهبریت امارت اسلامی افغانستان یک پلان همه جانبه را عملی خواهد کرد و امید ما است که هیچ یک از شهروند افغانستان، هر کسی که در حکومت قبلی وظیفه اجرا کردند، هیچ کس تشویش نداشته باشد. ما نمی خواهیم که هیچ یک فرد ملت افغانستان از افغانستان براید. انشالله با هم برادروار در وطن خود خدمت میکنیم. ما شما وطن خود را آباد میکنیم و هر کس خواه در ساحه ملکی بوده یا در ساحه نظامی هیچ کس تشویش نداشته باشد. انشاءالله آبروی هیچ کس، حقوق هیچ کس تلف نخواهد شد. به همه ملت مظلوم افغانستان و ملت رنج دیده افغانستان ما اطمینان میدهیم هیچ کس هیچ نوع تشویش نداشته باشد. انشاءالله مجاهدین امارت اسلامی، نیروهای امارت اسلامی افغانستان در خدمت ملت عزیز خود خواهد بود.